ارز اصولاً به دو شیوه معامله می شود: مبادله سازمان یافته، معامله خارج از بورس. در مبادله سازمان یافته معاملات بین طرفین در یک مرکز مبادله سازمان داده می شود. مرکز مبادلات ارزی شیکاگو CME مثالی از مبادلات سازمان یافته است که در آن ارزهای استانداردی که ارزش پولی خاص دارند معامله می شود. معامله خارج از بورس. بازار فارکس یک بازار خارج از بورس است که با انبوه فعالان و شرایط تجارتی منحصر به فرد در سرتاسر دنیا قابل دسترس است و احتمالاً رقابتی ترین بازار جهان است. معاملات در بازار فارکس مرکز سازمان یافته‌ای ندارد. فارکس برخلاف بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند، در مکان خاصی متمرکز نیست. به عبارتی فارکس خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازار اوورد کانتر است. کالای مورد معامله در این بازار نرخ پولهای کشورهای مختلف است و مثل هر کالای دیگری پول هم نرخ مخصوص به خود را دارد که بانک‌های سراسری جهان بازیگران قدیمی این بازار هستند. مبادلات از طریق اینترنت و سایر وسایل ارتباطی بین فعالان مختلف بازار در نقاط مختلف جهان انجام می شود. به همین دلیل 24 ساعت شبانه روز طی 5 روز هفته فعال است. مهمترین بازارهای جهان به ترتیب اهمیت بازار لندن، نیویورک و توکیو هستند و بیشترین نوسانات فارکس نیز در ساعات اولیه این بازارها روی می‌دهد. همپوشانی ساعات کاری مراکز مالی امریکا و اروپا بیشترین حجم نقدینگی را دارد. ساعات افتتاح این بازارها به وقت تهران: بازار توکیو 3:30 بامداد، بازار لندن 11:30 صبح، بازار نیویورک 16:30 عصر است. ارزهای عمده جهان دلار امریکا، پوند، فرانک، یورو، ین، دلار استرالیا و دلار کانادا هستند و عمده معاملات مربوط به همین ارزهاست. حجم عظیمی از معاملات ارزی به جای نقد و انتقال واقعی ارز از طریق بدهکار و بستانکار کردن حساب‌های بانکی انجام می‌شود. و با توجه به اینکه همه ملل به سوی جهانی‌سازی اقتصاد پیش می‌روند و همه فعالیت‌های اقتصادی نهایتاً باید به پول تبدیل شوند، فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی‌شود. وسعت و نقدینگی بازار ارز واقعاً حیرت انگیز است. بر اساس یک برآورد انجام شده، فعالترین نرخ‌های تبادل ارز دنیا مثل یورو به دلار و دلار به ین می‌توانند در روز 18000 بار تغییر کنند. به دلیل حجم بسیار زیاد مبادلات فارکس، حداکثر تبادلات پولی و ارزی در این بازار وجود دارد و رانت‌های اطلاعات در حداقل قرار می‌گیرد. بنابراین کلیه معامله‌گران از فرصت‌های برابر در فارکس برخوردارند که در بازارهای دیگر کمتر دیده می‌شود و تنها توانایی هر معامله‌گر است که سود و زیان او را مشخص می‌کند.